به قسمت هفتم دوره آموزشی اندروید موبایل خوش اومدین. توی این قسمت سعی دارم ظاهر اپلیکیشنمون رو به صورت کامل و با جزئیات طراحی کنم. اگه این موضوع براتون جذابیت داره تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، من مرتضی عسکری هستم و این کانال یوتیوب منه. توی این کانال تمامی تجربیاتم تو زمینه برنامه‌نویسی، آیتی و کلا دنیای تکنولوژی با شما به اشتراک میذارم. اگه به این موضوع علاقه‌مندین، حتما تو این کانال سابسکرایب کنید. خب بریم برای طراحی صفحه بازیمون. وارد لی‌آوت میشیم و اکتیویتی مین رو باز میکنیم. تو این صفحه میخوایم 10 تا دکمه رو بذاریم که اعداد 1 تا 9 و یک دکمه خالی. برای این کار نیاز داریم 4 تا لی‌آوت افقی رو با همدیگه داشته باشیم که درگ اند دراپ میکنیم و تو صفحه اضافه میکنیم. حالا یک سری تصویر از قبل ساختم که اونا رو توی پروژه اضافه میکنم به این صورت. خب این تصاویر رو حالا باید توی این لینیر لی‌آوت ها نشون بدم. ایمیج ویو رو درگ اند دراپ میکنم و میندازم توی صفحه. تصاویر رو به صورت اعداد 1 تا 9 میچینم. ترتیبش هم سعی میکنم رعایت کنم. خب حالا اینجا مسئله اینه که لینیر لی‌آوت دوم که عکسشو چیندم دیده نشد. این به این خاطره که لینیر لی‌آوت ها به صورت پیش‌فرض وقتی که توی صفحه اضافه میشن هایتشون به صورت مچ پرنت هست که اونا رو باید به رپ کانتنت تغییر بدن. یه دونم دکمه خالی نیاز داریم که پایین داشته باشه که اونم از این عکس استفاده میکنه. خب حالا سایز این دکمه خیلی بزرگ شده و اینا رو نیاز داریم که کوچیکشون کنیم. همشون رو با نگه داشتن کلید کنترل روی کیبورد انتخاب میکنم و طول و عرضشون رو 150 دی پی میدم و ویتشون هم پاک میکنم. برای که قشنگتر بشه و دکمه از همدیگه فاصله پیدا کنن یه مارجین 5 دی پی هم به همشون میدم. حالا مسئله که هست این تمام این دکمه ها باید بیان وسط صفحه، به گوشه چسبیده نباشن. به این خاطر تمام لینیر لی‌آوت ها رو انتخاب میکنم و گراویتیشون رو سنتر میکنم. حالا بهتره که این دکمه خالی رو به سمت چپ بچسبونم. برای این کار کافیه که سمت راست رو با یه تکست ویو پرش کنم. یه تکست ویو توی صفحه درگ اند دراپ میکنم، متنش رو پاک میکنم که چیزی دیده نشه، ویتش رو پاک میکنم و طول اون رو 310 دی پی میدم که صفحه رو پر کنم. خب بریم برنامه رو اجرا کنیم ببینیم که خروجیمون به چه شکل میشه. خب این صفحه باز شد، فقط دکمه خیلی بزرگ شده و از صفحه زده بیرون. لازمه که اینا رو کوچیک کنیم. دوباره دکمه کنترل رو میگیرم و همه رو انتخاب میکنم، طول عرضشون رو 100 میذارم. حالا تکست که قبلا ساختیم اونم باید کوچیک بشه. خب دوباره برنامه رو اجرا کنم ببینم که خروجیمون چطور شد. خب این الان خیلی بهتر شد و اوکی از نظر من. حالا اون فرست اپی که بالای صفحه نوشته اون اسمش اکشن باره، اونو باید حذفش کنیم که چون نیازی بهش نداریم. برای این کار لازمه که یه تغییر کوچولو توی تم اپلیکیشنمون بدیم. برای این کار وارد فایل اندروید مانیفست میشیم و این قسمت که تم مشخص کرده با زدن دکمه های کنترل و اسپیس لیست تم ها برامون باز میشه.
و اولینش که نو اکشن بار هست رو انتخاب میکنیم. خب حالا برنامه رو اجرا کنیم تا خروجیش رو ببینیم. بله، اکشن بار کلا از توی اپلیکیشن حذف شد. خب بریم صفحه اصلیمون رو یه خورده کامل ترش کنیم. یه تکست ویو میخوام بالا بذارم که امتیاز کاربر رو نشون بده. یه تکست ویو درگ اند دراپ میکنم. لینیر لیوت اصلی رو انتخاب میکنم و با حالت سنتر رو ازش میگیرم. خب این تیکا رو که میزنم چرا برداشته نمیشه؟ ظاهرا که سر ناسازگاری داره. خب برای این کار وارد کد برنامه میشم و این خط رو پاکش میکنم. خب حالا تمام دکمه ها اومد به بالای صفحه چسبید. خب حالا بریم سراغ اون تکست ویومون. تکستش رو تغییر میدم به اسکور. سایز تکست رو هم بزرگش کنم. باید اندازه‌گیری سایز فونت SP هست که خب اینو روی 60 میذارم ببینم چطور. 60 خوبه. نوع فونتش هم بذارم این فونت که یه فونت ضخیمی باشه. خب این خوبه. بیتش هم میکنم رپ کانتنت. خب حالا میخوام یه تکست ویو داشته باشیم جلوی اسکور که امتیاز کاربر رو بهمون نشون بده. یه تکست ویو تو صفحه اضافه میکنم. متنش رو مثلا میذارم 150. تکست سایزش رو بزرگ میکنم. 40 میذارم. فونتش هم به همون فونت اسکور میذارم. 40 کمه، بذارمش مثلا 150 اسپی. خب این به نظر خوب میاد. فقط اسکور و 150 به صورت عمودی نمایش داده شده. برای این کار که این دو به صورت افقی نمایش داده بشه یه لینیر لیوت به صفحه اضافه میکنیم و این دو تکست رو داخل اون میندازیم و گراویتی این لینیر لیوت هم سنترال میکنم که متن‌ها وسط صفحه نمایش داده بشه. خب این 150 رو هم ویتش رو رپ کانتنت میکنم. خب این الان اومد وسط و کاملا درست. خب این دکمه ها به امتیاز بالا خیلی چسبیده. برای این لینیر لیوت اسکور رو انتخاب میکنم و یه مارجین باتون بهش میدم که از پایین یه فاصله بگیره. CDP مناسب به نظر میاد. خب C به نظر کم میاد و اونو میکنمش 50 دیگه. خب فعلا دیگه با این صفحه کاری ندارم و اینو میبندمش. خب بریم برای صفحه استارت. اول رنگ بک‌گراندش رو تغییر بدم. به نظر همون رنگ زرد که واسه اسپلاش انتخاب کردیم رنگ مناسبی میاد. رنگ زرد رو انتخابش میکنم و یه تکست هم بالش بنویسیم. تکست خوش آمدگویی یه خورده جذاب‌تر بشه. مثلا می‌نویسیم Welcome to Number Puzzle Game. خب سایزش رو هم یه خورده بزرگ کنم. مثلا 80 اسپی. نه خیلی بزرگ شد. 40 اسپی میذارم. خب فعلا مناسبه. گراویتی رو هم بکنم سنتر که یه خورده جذاب تر بشه. خب این لیبل خیلی وسطه، میخوام این بچسبه به بالا. برای همین لینیر لیوت اصلی رو انتخاب میکنم و گراویتی سنتر رو ازش میگیرم. بعد سنتر هوریزونتال رو بهش میدم که به صورت افقی وسط قرار بگیره. خب تکست ویو رو انتخاب میکنم و
یه مارجین به بالا و پایین اون میدم که فاصله بگیره، هم از بالا و هم از دکمه پایین. و مارجین باتون اونو هم 50 دیگه. خب یه تکست ویو دیگه زیرش اضافه کنم که یه راهنمای کوچولو برای شروع برنامه باشه. متنش هم بذارم تو begin the game click the button below. خب فونتش رو هم یه خود بزرگ کنم، مثلا CDP. این تکست ویو هم مارجین باتون میدیم که یه خود از دکمه پایین فاصله بگیره، مثلا 50 دی یا 150 دی. فونتش رو هم کمی کوچکتر کنم، 25 اسپید. گراویتی سنتر هم بهش میدم. خب برنامه رو اجرا کنم ببینم خروجی چجوری میشه. خب دو تا لیبل نمایش داده شد و دکمه استارت هم که هست. خب وارد این صفحه میشیم و تکست ویو اسکور خیلی فونتش بزرگه. فونت این رو هم کوچیک کنم که جا بشه. مثلا بذارم 70 اسم. خب برنامه رو دوباره اجرا میکنم ببینم خروجیمون چطور میشه.